سلام، وقتتون بخیر. میخوام کاملترین ویدیو از جعبه فیوز 206 فول ماکس یا همون فرانسه تمامی فیوزاشو براتون توضیح بدم. این میشه فیوز 1. ببینید بالاش زده 1. این چراغ دنده عقب، سنسور سرعت و دور تند فن. F2 فیوز دوم، پمپ بنزین، شیربرقی کنیستر. فیوز 3 دیگه فیوزو نمیگم. فیوز 3 ترمز ABS. 4 ECU موتور. 5 و 7 این دوتا اصلا چیزی نیستن. بریم سراغ 6 چراغ‌های مهشکن جلو. 8 میشه برای تغذیه ECU. بریم سراغ 9 میشه چراغ نورپایین سمت چپ. 10 چراغ نورپایین سمت راست. 11 چراغ نوربالا سمت چپ. 12 چراغ نوربالا سمت راست. 13 برای بوق. 14 برای پمپ شیشه شور. 15 کوئل، سنسور اکسیژن، انژکتور، موتور دریچه گاز، ECU موتور، یکی از مهمترین فیوزها. 17 برفاکن دور تند و کند. 16 رو نداشت. 16 هم بهتون بگم رله پمپ هواه، خیلی از ماشین 206 ندارن. و فیوز آخر فیوز 18 استارت و تهویه مطبوع، یکی از مهمترین فیوز هاست. اینو بفرست واسه دوست 206 سواره. این کامل ترین ویدیو جعبه فیوز BSM یا داخل موتور 206 بفرست واسه دوستت.